سلام به روی ماهتون. بریم که با هم یه باقلوا ترکی خیلی خوشمزه درست کنیم. اول میایم گردوها رو خردش میکنیم. فقط حواستون باشه که زیاد خردش نکنیم تا دندونگیر باشه. بعد کره رو حرارت غیر مستقیم ذوبش میکنیم. واسه خوش عطر شدنش هم داخل مغز گردو یکم هل بهش اضافه کردم. حالا خمیر باقلوا رو از قبل از فریزر درش میاریم تا همدمای محیط بشه. 2 لایه از باقلوا رو میگیریم و رو بقیه لایه های پارچه قرار میدیم تا خشک نشه. توی این مرحله خمیرمون رو بازش میکنیم با کره و برس. خمیرمون رو چربش میکنیم و 1/3 یا نصف خمیرمون مغز گردو میریزیم و به این صورتی که داره تو فیلم مشاهده میکنید با سیخ چوبی یا آهنی یا هر چیزی که تو خونه میتونید پیدا کنید خمیرمون رو یواش یواش رولش میکنیم که یه وقت پاره نشه و با 2 دست اطرافش رو جمعش میکنیم که به این صورت خوب خمیرمون شکل بگیره و جمع بشه. در آخر روی خمیر باقلوامون رو یکم چربش میکنیم. از قبل برشش میدیم که بعد اینکه پخت برش دادنش راحت باشه. میذاریم داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت نیم ساعت الی 45 دقیقه باقلوامون خوب بپزه و طلایی بشه. حالا توی این مدت که باقلوامون تو فره شربتش رو درست میکنیم. آب و شکر و زعفرون و هل و گل محمدی رو با هم ترکیبش میکنیم. میذاریم رو حرارت غیر مستقیم تا خوب با هم حل بشه و جوش بیاد. میذاریمش کنار تا خنک بشه. وقتی که باقلوامون پخت شربت خنک و بلافاصله رو باقلوای داغ میریزیم. این باقلوا رو هم میتونید بلافاصله نوش جان کنید، هم میتونید 1 روز بهش زمان بدید تا شربت خوب به خورد باقلوا بره و خوشمزه تر بشه و بعد بخوریدش. و در آخر با پودر پسته یا هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیینش کنید. به همین راحتی میتونید تو خونه هاتون یه باقلوا ترکی خیلی خوشمزه و سبک درست کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. دوستتون دارم.